عصر بخیر میگم خدمت تک تک شما عزیزان به نام مسیح به کلاس دوره شفا آزادی خوش آمدید. خوشحالم که فرصتی هست این دوره رو با هم بگذرونیم. شاید یک مقدمه‌ای بگم درباره این کلاس که برای چه گروه هست و چه نیازهایی رو در بر میگیره. ما تقریبا 10 تا جلسه با هم خواهیم داشت، 10 تا جلسه یک ساعتی و چه عزیزانی که از طریق تلویزیون یا از طریق وبسایت برنامه‌های ما رو می‌بینن، چه عزیزانی که سر کلاس هستن. به همین دلیل تو این 10 جلسه ما 7 قدم با هم خواهیم داشت که از جلسه 4م شروع میشه. قدم 1 2 3 4 5 6 7 که در واقع تحت عنوان 7 قدم تا شفا آزادیه. به شما یک جزوه‌ای داده میشه که در واقع این 7 قدم دربارش توضیح داده شده، شما مطالعه میکنید. اما 3 قدم اول یه مقدار راجع به شفا و آزادی، راجع به مفهوم شفا آزادی و چرا ما احتیاج داریم که شفا آزادی و 1000 سوال دیگه که برای ما ممکنه به وجود بیاد. به همه دلیل اگه اجازه بدید با هم دعا بکنیم و جلسه رو با هم شروع بکنیم. خداوند شکرگزاریم به نام عیسی مسیح که تو خدای شفا و خدای آزادی هستی. تو روی صلیب بهای شفا و آزادی ما رو دادی. تو به بهای سنگینی ما رو خریدی، نه به طلا و نقره بلکه به خون پسرت عیسی مسیح. باشه که زندگی های ما خداوندا پر از قوت، شادی و آرامی باشه. خداوندا ما رو در مسیرهای شفا و آزادی، چه در روح، چه در روان، چه در جسم به جلو ببر. خداوندا تک تک ما رو برکت بده. سخنگوی کلام تو باش، زبان من رو تقدیس کن، برکت بده و پر کن تا خداوندا نه فقط گوینده کلام تو باشم بلکه خود عمل کننده آن باشم. شکرگزاریم خداوندا تک تک ما رو برکت بده. میخوام روح تو بریزه و معلم کلام باشی خداوندا و سوالهای قلب ما رو خداوندا از طریق خادمت جواب بده. با شکرگزاری به نام مسیح، آمین. آمین. میخوام یه مقدمه درباره در واقع این درس با شما در میون بذارم. وقتی ما به مسیح ایمان میاریم در واقع بسیار میشنویم که مسیح قدرت داره زندگی ما رو عوض کنه، مسیح قدرت داره زندگی ما رو دگرگون کنه، تبدیل کنه، شادی به ما بده، امید به ما بده، ابدیت رو به ما بده. اما یک سوالی که در واقع برای من از قدیم ها مطرح بود، چرا علیرغم اینکه به مسیح ایمان داریم، چرا علیرغم اینکه زندگی ما به مسیح سپردیم، تولد تازه پیدا کردیم، هنوز زندگی ما انگار یه بستی داخلش هست، یک مانع‌هایی داخلش هست که نمیگذاره راحت، نمیگذاره آرام، نمیگذاره که در واقع سریع تو زندگی ایمانیم رشد بکنم. هنوز هستن ایماندارانی که واقعا ایمان دارن به عیسی مسیح، واقعا زندگیشون به مسیح سپردن، اما هنوز توی دردها، توی مشکلات، توی بیخوابی، توی ترس‌های شبانه، ترس‌های روزانه از آیندهشون، از زندگیشون میترسن. کسایی هستن که توی روابط شکسته هستن و هر کاری میکنن، هر تلاشی میکنن و دعا میکنن خدایا چرا علیرغم که تمام زندگیمو دارم سعی میکنم اما خداوندا هیچ چیزی درست نمیشه. همه اینها در واقع برای ما مانع و سرعت ایمان ما رو میگیره. میخوام راجع به این صحبت کنم که چرا تو زندگی علیرغم که میگه هر کس به مسیح ایمان داره، آزادی داره، چرا تو زندگی ما هنوز بندهایی وجود داره؟ چرا هنوز تو زندگی ما مانعهایی وجود داره؟ سالهای پیش وقتی سوال میکردم خداوندا چرا که من ایمان دارم به تو، چرا اون چیزی که میخوام نمیشه؟ چرا اون چیزی که میخوام جلو نمیره؟ چرا خداوندا سرعت من ضعیفه؟ چرا سرعت من آهسته است؟ به یک جایی رسیدم که در واقع خدای باورهای من رو یه مقدار تغییر داد. فکر میکردم هر چیزی که روی صلیب اتفاق افتاده اتومات نصیب من میشه. فکر میکردم اگر کلام خدا میگه به زخمهای عیسی ما شفا داریم که داریم، آمین، اتومات من شفا پیدا میکنم، احتیاج نیست من دعا بکنم. فکر میکردم اگر مسیح میگه که او لعنتهای ما رو برداشت پس اتومات لعنت من برداشته شده، دیگه احتیاجی نیست که من لعنت‌های زندگیمو بشکنم. و به همین دلیل منتظر بودم که یه اتفاقی افتاده باشه، میدیدم هیچ خبری نیست. به ایمان خودم نگاه میکردم، میدیدم ایمانم درسته. به خدا نگاه میکردم، میگم بعدهاش امینه، دروغ نمیگه. اما خداوند مشکل کجاست و مانع کجاست؟ به همین دلیل
میخوام امروز راجع به این صحبت کنم که توی زندگی ما چیزهای اتفاق میفته که اجتناب ناپذیره. هرچی تلاش میکنی برای جلوگیریش احساس میکنی نمیشه. بعضا ما توی زندگی روبرو میشیم با مسائلی، نگاه میکنیم توی خانوادهمون پدر مادر طلاق گرفته، اوکی، اونها نفهمیدن چی کار کردن. برادر بزرگ طلاق گرفته، خواهر طلاق گرفته. انگار توی زندگی تمام فامیل انگار یه چیزی مثل بیماری ارثیه، هیچ کارش نمیشه کرد. هر کارش میکنی میگیم اوکی، نه این دیگه این خواهر کوچیکم خیلی خوبه، زندگیش خیلی خوبه. باز نگاه میکنی انگار این زندگی حتی اگر از نظر رابطه شکسته نشه یک طلاق قلبی و احساسی وجود داره، فقط زوری داره میسازه. یا بعضی مواقع توی زندگی ما نگاه میکنیم که پدرم هر چی میدوید به هیچ جا نمیرسید. گفتم خب شاید شغل ساده داره، من تحصیل کنم، ادامه تحصیل بدم، موفق بشم، خب حتما زندگیم بهتر میشه. ادامه تحصیل دادم، میبینم منم هر چی میدوام، هر چی در میارم، باز میرم یکم گرو دومه. ای بابا، چرا تو زندگی ما و خانواده ما هر چی میدویم آخرش بدهی دارم، آخرش شکسته، آخرش یکم گرو دومه؟ یا بعضی مواقع نگاه میکنم که توی زندگی های ما یه ناآرامی های وجود داره. مادرم ناآرامی داشت، منم ناآرامی دارم، بچه‌م هم ناآرامی داره. بعد میگیم خدا، من هر چی دعا میکنم میبینم اتفاقی نمیافته. چرا؟ امروز میخوام توی این کلاس به اینها بپردازم که در واقع چرا این چیزها توی زندگی ما هست و چطوری میتونیم ازش آزاد بشیم به نام عیسی مسیح. آمین. به همین دلیل میخوام قبل از اینکه راجع به راه حل با شما صحبت کنم که 10 جلسه با هم هستیم، یه مقدمه براتون بگم، چون این مقدمه به شما کمک میکنه که توی این کلاس ما دنبال چی هستیم و داستان از کجا شروع شد. به قول معروف میخوام برگردم به یکی بود یکی نبود. بعضی مواقع از یک نفر میپرسی که خب تعریف کن چرا زندگی اینطور شد، میگه ای بابا سر دراز داره، چی بگم. یه زمانی بود، شروع میکنه. امروز میخوام از اون زمان برای شما صحبت کنم، از اون جایی که در واقع این چیزها وارد زندگی ما شد میخوام با شما صحبت کنم. پس دوره‌ای که داخلش هستیم تحت عنوان در واقع شفا و آزادی، میخوام یه مقدار راجع به کلمه شفا برای شما باز کنم که از این به بعد وقتی راجع به شفا آزادی صحبت میکنید شما تک تک واژه ها رو هم بشناسید. یا میگی من فلانی، من دارم میرم کلاس شفا آزادی، میگی شفا آزادی یعنی چی؟ بتونید براشون توضیح بدید که یعنی چی، من کجا میرم و دنبال چی هستم. کلمه‌ای که در کتاب مقدس راجع به در واقع شفا صحبت میکنه، کلمه تحت عنوان توب که معادل اونا ما در کتاب مقدس در عهد عتیق در کتاب پیدایش تحت عنوان نیکو ترجمه شده. میگه وقتی خدا آسمان و زمین رو آفرید همه چیز توب بود. به قول ایرانی‌ها بگیم توب بود. همه چیز عالی بود، همه چیز نیکو بود. میگه خدا آسمان ها رو زمین رو آفرید و دید همه چیز نیکوست. پس در واقع راجع به این کلمه صحبت میکنه. کلمه‌ای که در واقع میگه توب هم معنی نیکو داره هم معنی شفا داره. وقتی میگیم همه چیز نیکو بود یعنی چی؟ میگه خدا آسمان و زمین رو آفرید همه چیز نیکو بود. یعنی چی نیکو بود؟ خدا آسمان رو آفرید، زمین رو آفرید. یعنی از هر نظر آنچه که خدا آفرید پرفکت بود. شما حساب کن نه اینکه فقط خدا چون که خورشید آفرید با ما گرما میده در واقع همه چی عالی بود. خب معلومه، اما میدونید اگر فاصله خورشید یه ذره نزدیکتر باشه همه چی میسوزه، یه مقدار دورتر باشه همه چی یخ میزنه. پس حتی تو فاصله هم خدا نه فقط کیفیت خود خورشید رو عالی و بی‌نظیر آفرید، فاصلش با تمام جهان در واقع در نظر گرفت و به این میگن نیکو. یعنی همه چیز از هر حیث عالی، بی‌نظر و پرفکت بود.
به این کلمه میگن توب یا نیکو. حالا وقتی کلام خدا میگه که خدا انسان را آفرید، اون هم توب و نیکو بود. یعنی چی؟ ضد کلمه شفا چیه؟ چی؟ بیماری، مرض. درسته؟ ضد کلمه شفا بیماریه. میخواد بگی وقتی خدا انسان آفرید درش بیماری هم نبود. میدونید که انسان قرار نبود بمیره. مرگ جسمانی به واسطه گناه وارد زندگی انسان شد. وگرنه انسان اگر گناه نمیکرد هیچ وقت حتی مرگ جسمانی رو تجربه نمیکرد. سوال اینه که چطور تجربه نمیکرد؟ اون سوالیه که در واقع توی درس 4 دوره‌های ما در واقع میتونید، دوره‌های ابتدایی میتونید باهاش آشنا بشید و بعد از این دوره دوباره دوره‌های جدید که شروع میشه شما میتونید توی این دوره‌ها شرکت کنید. اونجا مفصلا راجع به سقوط، راجع به پیدایش جهان اونجا صحبت به اندازه کافی میشه. پس ضد کلمه شفا میگه بیماری. و کلام خدا میگه که بیماری از خدا نیست بلکه نیکویی از خداست. افکار خدا برای ما افکار سلامتیه. خیلی مواقع توی زندگی ما مریض شدم، خدا خواسته، شاید خدا میخواسته من مریض بشم. نه، کلام خدا میگه بیماری از خدا نیست. یکی از دلایلی که مسیح میومد مردم رو شفا میداد میدونید برای چی بود؟ مگه نمیگه مسیح صورت خدای نادیده است؟ آمین. یعنی چی؟ شما تصور بکنید خدا میخواد یک نفر مریض باشه، بعد مسیح میاد ضد خدا، میخواد حال خدا رو بگیره، بگه تو مریضی میدی، نه من میام شفاشون میدم. خنده داره نه؟ اتفاقا مردم یه باوری کرده بودن که آره بیماری از خداست. خیلی از مسیحیان بین مردم تو دنیا، خیلی از ایرانی‌ها هستن که در واقع اینطور فکر میکنن که آره بیماری از خداست، شاید خدا میخواد یه چیزی به من یاد بده. کلام خدا میگه کدام پدره که بخواد از طریق این درد دادن به بچه‌ها چیزی بهش یاد بده؟ پس این یک دروغه. کلام خدا میگه بیماری در خلقت نبود. این که چطور نبود گفتم تو کلاس‌های ابتدایی میتونید باهاش آشنا بشید. پس بیماری از خدا نیست. اگر از خدا بود مسیح نمی اومد اولین کاری که بکنه مریضا رو شفا بده. شفا میداد که میخواست بگه قلب پدر اینه، نگاه کن شفا بیاب. برای چی ما توی کلیسا اصلا دعا میکنیم برای شفا؟ چون که اراده خدا اینه. وقتی در دعای ربانی مسیح میگه که ای پدر اراده تو چنان که در آسمانات در زمین کرده بشه، سوال من اینه آیا در آسمان بیماری هست؟ درد هست؟ گریه هست؟ ناله هست؟ ماتم هست؟ کلام خدا میگه نه، نیست. پس اراده تو حتی برای سلامتی، اون چی که در آسمانه بیاد توی زندگی من. آمین. پس میخوام از همین ابتدا نوع طرز فکراتون رو عوض کنید که درد و مرض و بیماری رو به عنوان هدیه خدا و اراده خدا نپذیرید. آمین؟ نپذیرید. چون یک دروغه. وقتی دروغ رو بپذیری متاسفانه شیطان میتونه ازش سوء استفاده بکنه. پس در واقع میخوام اینو به شما بگم که کلام خدا میگه همه چیز را نیکو، همه چیز رو در شفا آفرید. یعنی اگه ما بگیم که خدا همه چیز را در شفا آفرید اشتباه نکردیم. شفا یعنی چی؟ صحت. یعنی تندرستی. همه چی توی شفا هست. آرامی، خوشی، شادی، تندرستی، چه روحی چه جسمی. و خدای ما یکی از اسامیش اینه، یهوه رافا. اینجا هم میبینید، یا رفقه، خدا شفا دهنده است. آمین. چرا شفا میده؟ چون که میخواد بگه اصلا قلب من از اساس خلقت شفا بوده. من اینو میخواستم، خارج از این اصلا اراده من نیست. به همین دلیل مسیح دائم شفا میداد. به شاگرداش گفت برید شفا بدید. به کلیسا گفت برید شفا بدید. امروز بعد از جلسه میگیم اونایی که مریضن بیان جلو براشون دعا کنیم شفا بگیرن. چون که قلب
خدا در عیسی مسیح شفای ماست. آمین. پس هر فکری رو که به عنوان بیماری از خداست و خدا خواسته به من یه چیزی رو بگه، خدا خواسته به من یه درسی رو بده، همچین چیزی نیست. ممکنه یه بیماری توی زندگی تو بیاد، بعد خدا نگاه کنه اوکی از این میتونم استفاده کنم، خب، و زندگی این شخص رو عوض کنم، اما هیچ وقت خدا مریضی رو به کسی نمیده. میگم ممکنه استفاده کنه، تو مریضی، خب یه استفاده بکنه، به خیریت تو تمام بکنه. شما تصور کنید یه مادری میگه که بچه اینقدر بیرون نرو پیتزا بخور، غذاهای بیرون آلودن، اصلا معلوم نیست با چه موادی میخرن میپزن، نخور. فکر کنید بچه گوش نمیکنه. حالا یه روز مادر بچه پیتزا گرفته از بیرون یا سفارش داده آورده گذاشته تو آشپزخونه، یا آن رفته دستشو بشوره، یه دفعه مادر میاد یه ذره مثلا مرگ موش میریزه روش یا یه سمی میریزه روش، بعد درش هم میذاره. بچه میاد و میخوره، یک ساعت بعد آی دلم مادر دلم درد میکنه چیکار کنم؟ میگه آها خواستم یه درسی بهت یاد بدم تو دفعه دیگه از بیرون پیتزا نخری. کدوم مادر عاقلی همچی کاری میکنه؟ بعد چطور انتظار داریم که خدا بگه آها حالا یک مرض بهت میدم حالتو میگیرم؟ مگه خدا عقده‌ایه؟ اون خدایی که عقده‌ایه خدای ایمان مسیحی نیست. آمین. اون ایمانیه که مال پشت سر بوده و ما با اون هیچ کاری نداریم. میگه خدای ما خدای محبته، خدای نیکوییه، افکار رو برای ما افکار سلامتی نبدی. آمین. پس برگردیم به این کلمه که در واقع مقداری راجع به این اصطلاح شفا هست. اما قبل اینکه راجع به آزادی صحبت کنیم، میخوام یک مقداری شاید چند تا درس اول کسایی که نبودن 10 تا درس اول حداقل بگم تا 5 تا درس اول رو توی کوتاه براتون درس بدم. خوبه دیگه، نبودید 5 تا درس رو بهتون توی تقریبا 10 دقیقه 5 تا درس رو بهتون درس میدم. میخوام یه مقدار راجع به انسان صحبت کنم، چون که تمام صحبت ما سر شفا و آزادی سر انسانه. میخوام راجع به انسان صحبت کنم، راجع به ابتدا، راجع به اون نیکویی خدا و چه اتفاقی افتاد که ما به اینجا رسیدیم. کلام خدا به ما میگه که خدا انسان رو شبیه خود آفرید. آمین. به او حق انتخاب داد. یکی از شباهت‌های انسان به خدا حق انتخابیه که داره. خدا انتخاب میکنه، انسان هم میتونه انتخاب بکنه. دلایل زیادی وجود داره. اما این انسانی که خلق کرد از 3 قسمت تشکیل شده بود: روح، روانش و جسمش. روح ما از جنس روح خدا بود. از جنس روح خدا. چرا؟ چون که خدا بتونه با انسان رابطه برقرار کنه از طریق روحش و بعد از طریق روح انسان بتونه روی روانش، که در واقع روانش چیه؟ فکرشه، احساس و اراده اوه. شما حساب کنید که انسان وقتی با خدا یه رابطه سالم داره، از خدا میشنوه، از خدا میگیره، رابطه صمیمی و عمیق داره، فکر این آدم یک فکر سالم، احساساتش در سلامت و در واقع اراده و تصمیم گیریاش در سلامت خواهد بود. و خدا انسان اینطوری آفرید. خب طبیعتاً جسم بیچاره هم در سلامت خواهد بود. شما حساب کنید فکری که خرابه، تصمیم میگیره یه چاقو برداره شق رگشو بزنه، خب جسم بیچاره چی میشه؟ میمیره. به همین سادگی. چرا؟ چون که فکر خرابه. یک ضرب المثل فارسی هست میگه که
جان در عذاب است. وقتی عقل نیست جان، وقتی عقل سالم نیست جان بیچاره یا میمیره یا آویزون میشه یا حلق آویز میشه یا اینقدر قصه میخوره معده سوراخ میشه یا یه بلای سرش در میاره. چرا؟ چون که فکر خرابه. پس در واقع خدا از روح خودش به انسان داد. روح انسان بعدی از جنس روح خداست. وقتی روح در سلامت، روان در سلامت، روان سالم، جسم هرگز نمیمرد. اما تو این حق انتخاب انسان اجازه داشت که در واقع یک انتخاب آزادم داشته باشه. در واقع یک دموکراسی. چرا خدا انسان رو اینطوری خلق کرد؟ به خاطر محبتش. آزادی که خدا به انسان داد به خاطر، میدونید دموکراسی از محبت میاد. تو دموکراسی چی میگن؟ شما یه حق انتخاب داری، یه آزادی عمل داری، ولی سعی کن طوری باشه که به دیگری آسیبی نزنی. اما چون که دموکراسی هست ممکنه از خطت هم بری جلوتر و به دیگران و خودت آسیب هم بزنی. خلقت لبریز شدن محبت خداست. من همیشه اینطور میگم اون قطراتی که از لبریز شدن محبت خدا چکید خلقت رو به وجود آورد. مثال برای شما بزنم. شما تصور بکنید، اول معنی محبت به شما بگم. در یک جمله خیلی ساده، محبت یعنی رو به سوی دیگری داشتن. اگه من از خودم بیام بیرون، از خودخواهی خودم، از ترسهای خودم، از نگرانیهای خودم، از اگو خودم، از منیت خودم بیام بیرون و به یک نفر دیگه نگاه کنم، به نیاز او، به خواهشهای او، به چیزهایی که اون داره نگاه کنم، کلام خدا میگه محبت یعنی رو به سوی دیگری داشتن. به یکی خارج از خودت نگاه کن. وقتی میگه مسیح محبته یعنی چی؟ همش دائم به دیگری نگاه میکرد. اون نیازش چیه؟ اون دردش چیه؟ اون اسارتش چیه؟ اون بدبختیش چیه؟ میگه زنی داشت گریه میکرد، بچهش مرده بود، رفت سراغش، یکی نیازش چی دیگه بود، یکی چیز دیگه بود. دائم روی نیاز دیگران. کسی که از خودش آزاد میشه به دیگری فکر میکنه، در واقع این تعریف محبته. حالا کلام خدا میگه محبت سوء ظن نداره، محبت خوش باور، محبت. شما تصور بکنید که این جهان، این اتاق فکر کنید خالیه. اوکی؟ فقط هوا توشه. تصور بکنید. و فکر کنید جهانه. و زمانی که هیچی وجود نداره، هیچ چیزی وجود نداشت، هیچ چیزی خلق نشده و خدا وجود داشت. آمین؟ اینو میدونیم. میگه خدا پیش از هر چیزی بوده، ابدی بوده و ازلیه. شما تصور کنید که خدا تمامی جهان رو پر کرده، جهانی که وجود نداره ولی تمامی هر چی که نبوده بود پر کرده. فکر کن مثلا من خدا نشستم، پامم دراز کردم، فکر کنید این صندلیه به عبارتی و منم خدا و همه جا رو پر کردم. هیچی وجود نداره. وقتی هیچی وجود نداره من راحت میتونم پامو دراز کنم دیگه، درسته؟ هر جا میخوام پر میکنم. تمام فضا رو کی پر کرده؟ خدا پر کرده. حالا شما حساب کنید من تصمیم میگیرم که تو رو خلق بکنم. اگه من میخوام تو رو خلق کنم باید یه جایی به تو بدم دیگه، درسته؟ که وجود داشته باشی. پس من باید پامو جمع کنم، یه ذره بکشم کنار و یه جایی بدم به تو، نه؟ و کلام خدا میگه این از محبته. وقتی به تو جا داد که بیایی کنارش بشینی، کنارش سلطنت کنی، مثل او باشی، خلاق باشی، حاکمیت کنی، در واقع چیکار کرد؟ خودش جمع کرد و به تو جا داد. آیا این چیزی غیر از محبته؟ محبت. و کلام خدا میگه خدا انسان رو خلق کرد. بله خدا میدونست انسان سقوط میکنه؟ بله. چرا خلقش کرد؟ محبت.
میگه محبت ترس نداره. بابا این که میآفرینی گن میزنه ها، خراب میکنه ها. میگه میدونم. خب خلقش نکن. محبت خوش باوره. محبت فرصت میده. محبت اجازه میده. آمین. محبت اجازه میده. محبت خودش جمع میکنه. محبت به دیگری هم نگاه میکنه. حالا اگر خدا میدونست انسان خلق سقوط میکنه و میگفت اصلا خلقش نمیکنم، یا یه جور دیگه خلقش میکنم که اصلا نتونه خطا کنه، اصلا یه حیوان میآفرینم. خدا که حیوان داشت، احتیاج نداشت یه حیوان جدید بیافرینه. چون میدید انسان آخرین خلقت خدا بود، پس حیوانات بودن. خدا نمیخواست یه حیوان جدید بیافرینه، به اندازه کافی حیوان داشت. خدا میخواست یکی شبیه خودش بیافرینه. و به این دلیل بود که در واقع بهش حق انتخاب آزاد داد. میدونم بله، اما محبت میگه بسازش، بهش فرصت بده. به قول معروف چی میگن؟ میگن قصاص قبل از جنایت نمیکنه. هنوز خطا نکرده ولی خطا میکنه، میدونم. و به همین دلیل خدا انسان اینطور آفرید. و حالا انسانی که اینطوری خلق شده قبل از سقوط از خدا میگرفت روان سالم، فکر سالم، احساس سالم نسبت با خدا، نسبت با همسرش. وقتی همسرش رو خدا آفرید چی بهش گفت؟ این است گوشتی از گوشتم، استخوانی از استخوانم. عجب چیزی آفریدی خدایا. نام او نسا باشد. یعنی چی؟ از آدم گرفته شده. معنی نسا یعنی این، یعنی از آدم گرفته شده. معنی کلمش به عبری یعنی از آدم گرفته، یعنی کلمه اصلا عبریه. البته عبری میگه نشا، یعنی از آدم گرفته شده. و تو رابطهش با خودش همه چی عالی بود. از خودش خوشحال بود، از خودش راضی بود، با خدا راضی بود، با همه چی راضی بود. در واقع سه تا رابطه همه چی اوکی بود. اما انسان توی تجربه قرار گرفت که در واقع توی این تجربه میتونست گناه نکنه. نمیخوام وارد اون بشم. توی باغ عدن وقتی اون تجربه درخت معرفت نیک و بد به وجود اومد، انسان میتونست گناه نکنه. بله، اتفاقا خدا طوری خلقش کرده که بتونه نم بگه. قرار نبود به هر چیزی بله بگه، میتونست نم. شما میدونید کسی که این حقو داره نه بگه، حق داره بله هم بگه. همیشه یه آلترناتیو هست. کلا انتخاب همینه. و به همین دلیل در واقع اینجا سقوط اتفاق افتاد که شاید یه پرانتز کوتاه بخوام باز کنم و اونم اینه که چرا خدا جلوی آدم رو نگرفت؟ میگه درختی بود، میگه مار اومد، چیه در واقع سمبل شیطان بود و انسان رو وسوسه کرد. چرا خدا جلوی آدم رو نگرفت؟ محبت، دموکراسی. انسان حق داره، ولی هر تصمیمی میگیره عواقبش به خودش برمیگرده و نه فقط به خودش، به هر کسی که به او وابسته است برمیگرده. چون که انسان موجودیه جمعی، وابسته به جمع و نسل به نسل میاد. و هر انتخاب من و شما روی نسل، نه فقط رو خودم، روی نسل بعدی منم تأثیر میذاره. مثل بیماری. شما الان وقتی میرید دکتر، تا میگی یه جایم درد میکنه، میگه که اوکی پدر، مادرت، فامیلت، پدر بزرگت کسی مریض نبوده؟ چه ربطی به پدر بزرگ هم داری؟ من مریضم. میگه نه، من از سوال میکنم جواب بده. بله، آها، پس یه چیزی ارثی در تو هست. خب اینه یه مقدمه برای شما گفتم. حالا کلام خدا میگه وقتی انسان آفرید همه چیز چی بود؟ توب، نیکو، عالی. روح از جنس خدا، روان در سلامت
جسم هرگز نمیمیره. انسان در چی بود؟ در شفا. چی از این بهتر؟ صحت، سلامتی، شادی، همه چیز این استاندارد اولیه خدا بود. اما چه اتفاقی افتاد؟ میگه وقتی که انسان سقوط کرد، روح انسان که از جنس روح خدا بود سقوط کرد، شد تاریکی. روان و انسان که فکر و احساس ارادهش قاطی کرد، روانی شد. ما به کی میگیم روانی؟ قاطی. تو چی قاطی داره؟ کسی که خوب فکر نمیکنه میگن فلانی. کسی که احساساتش درست کار نمیکنه میگم کم داره. کسی که تو تصمیم گیریاش در واقع همیشه اشتباه میکنه به کی میگن روانی؟ به این. حالا کی هست که این ستا رو نداشته باشه؟ از نظر خدا همه ما یه جور روانی هستیم، اما خدا را شکر که خداوند اومده تا روان ما رو شفا بده. آمین. چون که یه جاهایی واقعا یه کارایی میکنیم که خودمون هم شاخ میاریم از کارایی که میکنیم. حالا بماند دیگران و خدا که در عجب میمونه این از کجا آوردیم ما. خب طبیعتا جسم بیچاره زیر این سقوط مرگ رو تجربه میکنه. و کلام خدا میگه که انسان رو طوری برکت داد که آنچه که در واقع تولید میکنه شبیه خودش باشه. چون کلام خدا میگه هر دانه‌ای شبیه خودش، هر حیوانی شبیه خودش و انسانی شبیه خودش خلق بکنه. باز همین قسمت از کلام خدا نظریه داروین کلا رد میکنه که این دونه نمیدونم انگور یه دفعه میمون تولید شد از دونه انگور، نمیدونم این چطوری، یا یه جاندار دیگه به وجود اومد. کلام خدا میگه همچین چیزی نیست، اساسا رد میکنه. انسان میآفرینه، میمون هم میمون میآفرینه. حالا بعضیا دوست دارن اجدادشون میمون باشه، اونو بمانند، من مشکلی باشون ندارم، ولی من دوست دارم اجدادم تو باغ وحش و تو جنگلا زندگی نمی‌کردن. اجداد من شعور داشته و شبیه خدا خلق شدن. آمین. پس منم همینطور. برگردیم. اینجا اتفاقی که میفته بیماری روان و بیماری جسم. اولین چیزی که آدم وقتی فهمید گناه کرد چی بود؟ خجالت کشید که عریانه. اوکی. بعد تقصیر انداخت گردن زنش. میبینیم اینجا سقوط داره اتفاق میفته. روان قاطی کرده. تنها چیزی که داخلش نیست وجدان و انصافه. تنها چیزی که نیست از روح خدا بخواد بگیره و از روح خدا قضاوت بکنه. و کلام خدا میگه ایام عمرتو 120 باشد، در واقع محدودش میکنه و مرگ رو تجربه میکنه. پس یک طرف بیماری وارد جهان میشه، خب یه جور باید بمیره دیگه. یا پیر میشه میمیره یا مریض میشه میمیره. اما کاش فقط همین بود که شخص بیمار میشد و میمرد و تمام میشد. کلام خدا میگه که اون آزادی که انسان داشت در واقع به واسطه ضد کلمه آزادی چیه؟ اسارت، بند، زندان. درسته؟ و کلام خدا میگه که انسان اسیر گناه و شیطان شد. ما چه زمانی به یک نفر میگیم اسیر؟ کسی دست و پاش بسته است، هیچ حق انتخابی از خودش، زندانی حق انتخاب داره، هر وقت دلش خواست بره نمیدونم پارک ولیعصر است برای خودش تاب بخوره، بره نمیدونم دربند بستنی بخوره. زندانی، اسیره. هر کار دلش میخواد نیست، یکی دیگه براش تصمیم گرفته. اینجا همون جایی که ما میخوایم بهش برسیم. چرا توی زندگی ما علی رغم این که میخوایم این نباشه ولی نمیدونیم چرا؟ فهمیدید کجا میاد؟ میخوام تازه به این کلمه برسم.
من نمیخوام اینطوری باشم، ولی هر چی تلاش میکنم انگار فایده ای نداره. به میگن اسارت. اما از کجا میاد بیشتر توضیح میدم. فقط میخوام چند تا واژه رو برای شما باز کردم. 2 تا کلمه، شفا و آزادی، که ضد کلمهش میشه بیماری و مرض، اسارت و بند و زندان. پس برگردیم به انسان. اما خدا را شکر، یه خبر خوب. کلام خدا میگه که مسیح آمد و روی صلیب مرد و کاری که روی صلیب اتفاق افتاد، اشعیا 53 آیه 4 و 5، 3 تا کار مسیح رو صلیب انجام داد. دوست دارید بنویسید، دوست دارید حفظ کنید، دوست دارید به یادتون بمونه، دوست دارید تصویرش کنید، تو ذهنتون فیلمش کنید، هر چی که میخواید بکنید. اما 3 تا کار رو انجام داد. چون که ایمان مسیحی، این درسی که ما میدیم بر اساس این 3 تا آیه است. 3 تا قسمت از آیاته. 1، میگه او غمهای ما را بر خود گرفت. غم از کجا میاد؟ فکر و احساس و اراده داغون. غم دیگه، غم دل دیگه. در واقع روان و دل و فکر اینا یه معنی دارن. در واقع میگه او غمهای ما رو بر خود حمل کرد. غمها نشانه مشکلات، بحرانها مربوط به روان ما میشه. میگه او غمهای ما رو برداشت. این کاری که مسیح روی صلیب انجام داد. در واقع میخواد بگه بهای این که تو هر کاری که کردی الان غمگین شدی، یا هر کاری برات کردن که تو غمگینی، مسیح بهای آزادی تو رو داد که تو رو از غم بیرون بکشه. آمین. تو رو بیرون بکشه. او غمهای ما را بر خود گرفت. 2، میگه او دردهای ما را بر خود حمل کرد. درد از کجا میاد؟ مرض، درد، سرطان، هر چی که هست. میگه او دردهای ما رو بر خود حمل کرد. در واقع بهای شفای ما رو هم نیز پرداخت کرد. آمین. تو کلام خدا میگه مزد گناه، نتیجه گناه، و مسیح مرد که ما این نتیجه اینو نکشیم. به همین دلیل میگه او داد تا ما از غم نداشته باشیم. او داد تا ما شفا بیابیم. آمین. و 3مین کاری که کرد، میگه او گناههای ما را، که نشوننده آلودگی چیه؟ آلودگی روح ما. روح ما چی شد؟ میگه تاریک شد دیگه. او بهای آلودگی روح ما روی صلیب پرداخت کرد. آمین. خب انسان 3 قسمت بود، مسیح برای هر 3 قسمتش بها داد. آمین. و از زخمهای او ما شفا داریم. آمین. این کلام خدا زیبا. کار مسیح کامله. میگه هر چیزی که به تو مربوطه اون بهاشو داده. هر چیزی که به تو مربوط میشه، به روحت مربوط بشه، به جسمت، به روانت، مسیح بهاشو روی صلیب پرداخت کرد. آمین. خب پس اما برسیم به این قسمت که کسی که به مسیح ایمان میاره چه اتفاقی میفته؟ کلام خدا اول میگه که این بلایی که سر انسان در اومد نسل به نسل به همه آدم. کسی هست که نمیره؟ کسی هست که نمیره؟ چرا؟ چون که آدم مرد. کسی هست که درد تجربه نکنه؟ آدم درد تجربه کرد. کسی هست که قصه نخوره؟ چون که آدم قصه خورد. و در واقع میخواد بگه تمام اون نتیجه گناه آدم حوا نسل به نسل اومد. حالا میگه ای بابا یکی دیگه رفته خربوزه خورده، چرا ما باید بلرزیم؟ یکی دیگه رفته خوشخوشانه شده، چرا ما باید جریمه‌شو بدیم؟ راست میگه. چرا ما؟
اول اینکه ما موجودی نسل جنریشن هستیم، در واقع وابسته به نسل هستیم. سوال اینه اگر آدم گناه نمی کرد، بچه هایی که می آورد اونها هم نمی مردن، اونها هم زندگی ابدی داشتن. پس خدا انسان رو طوری خلق کرد که هر تصمیمی که تو میگیری فقط برای خودت نباشه، بلکه نسل بعد از تو نیز اون رو تجربه بکنه. پس این یه هم. اما قسمت دوم، کلام خدا میگه درسته که آدم اول یعنی آدم حوا گناه کرد و تمامی جهان به بطالت کشیده شد، اما آدم دوم یعنی عیسی، خدای جسم پوشیده، آدم دوم روی صلیب مرد تا ما از این لعنت آزاد بشیم. آمین. میگه این به اون در. اوکی، این که این شدی تقصیر تو نبود، اما این که دیگه نخوای این باشی، مسیح بهای تو رو داده، تو تصمیم بگیر. آمین. به همین معلومه تصمیم بگیرم. اوکی، تا الان دیگران برام تصمیم گرفتم، اما از این به بعد خودم میخوام برای خودم تصمیم بگیرم. من میخوام این لعنت بیام بیرون. به همین دلیل وقتی ما ایمان بیاریم به عیسی مسیح، اولین کاری که اتفاق میفته چیه؟ اولین کاری که اتفاق میفته این روح ما که از جنس روح خدا بود شد تاریکی. چرا دنیا اصلا تنها چیزی که براش مهم نیست امور روحانیه؟ امور روحانی آقا کیلو چنده؟ آقا خدا کیلو چنده؟ ولش کن. با دست بذار کلات باد نبره. ول کن بابا، اینا همش حرفه، اینا همش دکون بازاره، اینا همش بابا همه اینا برای خودشون بساط باز کردن. اصلا تنها چیزی که وجود نداره امور چیه؟ اخلاقیات، امور روحانیه. یه عده که از طریق مذهب اومدن دیگه هیچی، دست مریضا دادن، گن زدن به نام خدا که مردم دیگه اصلا به همون یه ذره هم دیگه باور ندارن. به همین وقتی اسم خدا میشه چرا نیست؟ چند درصد مردم اینجا دنیا طالب خدا هم؟ چون اصلا چیزی به نام در واقع امور روحانی برای انسان ارزش نداره. چرا ارزش نداره؟ چون که سقوط کرده، پایینه. ولی امور جسمانی، گناه، وسوسه فریاد میکنه، هر چی دلش میخواد. میگه هر چه چشم بیند دل کند یاد. هر چی دلش میخواد میبینه این چشم، جسم هر چی دلش میخواد بهش میده. خستش میشه استراحتش میده، گرسنش میشه بهش نون میده، تشنش میشه بهش آب میده، نمیدونم تعطیلات براش میبره، کثیف میشه میشورتش. اما برای امور روحانی 2000 خرج نمیکنن. ولی انواع شامپو، انواع مواد شوینده، انواع خوشبو کننده، انواع چیزای آرایشی، همه چی رو به این جسم میزنه، اما به روح بیچاره 2000 بگو. به خدا که میرسه 2000 خرج نمیکنه. فهمید چرا؟ وقتی نمیاد دلت بالا، چون که روحانی فکر نمیکنه. وقتی روحانی فکر نمیکنی چرا باید براش ارزش قائل بشی؟ آدم برای چیزی که ارزش داره براش بها میده. ها؟ درسته؟ برای چیز بی ارزش کسی بها نمیده. به همین دلیل وقتی ما ایمان میاریم به عیسی مسیح، اولین کاری که میکنه خدا چیکار میکنه؟ این روح سقوط کرده رو برمیگردونه میاره سر جاش. چرا؟ که بتونه باهاش رابطه داشته باشه. از طریق روح خدا شروع میکنه ما رو عوض کردن که میگن تولد تازه. وقتی ما ایمان میاریم تولد تازه، اولین اتفاقی که میفته چیه؟ روح ما نجات پیدا میکنه. روح ما از تاریکی میاد بیرون. به همین دلیل وقتی ما ایمان میاریم چه اتفاقی میفته؟ روح القدس میاد اینجا میشینه. روح القدس میاد از طریق روح ما روان داغون ما رو میخواد تبدیل کنه. اعصاب داغون ما رو تبدیل کنه. قلب ناآرام ما رو تبدیل کنه. به همین دلیل کلام خدا میگه دائم از روح القدس پر بشید. دائم از روح القدس پر بشید. در روح خدا پر بشید.
مست شراب نشوید. خب یارو چرا مست شراب میشه؟ میگه فکرم خیلی داغونه امروز، اعصابم خیلی خرابه، برم یه 2 پک بزنم بالا، یه ذره اعصاب ندارم، اعصابم یه ذره آروم بشه. نه، میره میزنه دیگه. میگه بیچاره اون چیزی که تو رو اعصابتو آروم میکنه این نیست، 2 دقیقه دیگه تمام میشی. تو باید روح القدس پر بشی، اون اعصاب تو رو آروم میکنه. آمین. در واقع وقتی ایمان داری، میخواد مثلا از طریق خوردن، حالا میخواد سیگار بکشه یا نمیدونم یه چیزی بکشه، هرچند کلام خدا به هر حال ما را تشویق نمیکنه، برعکس میگه که اگه به بدن ضرر بزنی، این بدن معبد روح القدسه، معبد روح القدس رو خراب بکنی، میگه هر کس خانه خدا رو خراب کنه، خدا خانه‌اش رو ویران خواهد کرد. در واقع ما اجازه ندیم به این بدن ما احترام بذاریم، چون مکان روح القدسه، روح القدس درش ساکنه، ما باید توجه بهش بکنیم، نه به خاطر اینکه دوستش داریم فقط، بلکه امانت و مکان روح القدسه. پس به همین دلیل وقتی روح القدس میاد در ما، میگه روح القدس پر بشو. روح خداست که تو رو آرامش میده. حالا ایمانداری که به جای اینکه از روح القدس پر بشه، از کلام خدا پر بشه، میاد از مشروب میخواد آرامی بگیره، میدونه داره یه اعتراف ایمان کاذب میکنه. اعتراف ایمان کاذب یعنی چی؟ این روح القدس شرمنده، یه چی میخوام رک بهت بگم، من آدم رکی هستم، تو نتونستی من آروم کنی، من مجبورم با این حال بزنم بالا، یه ذره اعصابم آروم بشه. به میگن اعتراف کاذب. دارم عملا خدا رو بی حرمت که میکنم هیچی، دارم کارشو، قدرتشو، همه چیشو دارم زایل میکنم، چون دارم بهش میگم. راحت بهت بگم، شما حساب کن مثلا یه آدمی که متأهله، خب یا همسری داری دیگه، تو باش ازدواج کرد، بعد تصور بکن بری با یکی دیگه خوش و پش آنچنانی بکنی. خب همسرت میگه بابا میگه من چمه؟ من نمیتونم دل تو رو خوش کنم؟ من نمیتونم کنار تو باشم؟ من نمیتونم تو رو شاد کنم؟ این زن چی میگه؟ یا برعکس یه مرد چی میگه؟ میگه مگه من شوهرت نیستم؟ چرا با یکی دیگه؟ بی حرمتی نمیشه؟ میگه نه من تو رو دوست دارم، کاری به تو ندارم، ولی میگه رفتارت داره اینو به من میگه. حالا بعضی موقع ما میگیم خداوند ما رو القدس ما تو رو دوست داریم، میگه ولی این خوردن چیه؟ تو داری به من میگی تو نمیتونی این کارو بکنی، مجبورم از این کمک بگیرم. فهمیدید؟ و بعضی مواقع ما ناخواسته داریم روح خدا رو بی حرمت میکنیم، بعد میگیم چرا زندگیم آرامی نداره؟ میگه برو همون یه پیک دوم بزن شاید آروم بشی. چرا هر چی میخورم تسلی ندارم؟ آها، دلیلش بی حرمتی داریم به خدا میکنیم. پس میگه روح ما از جنس روح خدا میشه، روح القدس میاد ساکن میشه. پس اولین کاری که اتفاق میفته وقتی ایمان میاریم چیه؟ تولد تازه. یعنی چی؟ تولد روح ما. خب پس روح ما میشه از جنس روح خدا. روان من چی میشه؟ شما فکر کن همین الان اومدی جلو، زندگی تو به مسیح سپردی، پای صلیب زندگی تو سپردی، کلام خدا میگه گناهان تو پاک شد، به عمق دریا انداخته شد. آمین. به پشت سرش انداخته شد، دیگه نمیبینه. پرونده تو از نظر خدا سفیده. یعنی اگر من بمیرم الان ایمان آورده باشم بمیرم، کلام خدا میگه چون که روح تو مقدس شده، روح تو پاک شده، روح القدس دریافت کردی، تو وقتی بمیری در آسمان چشمتو در حضور مسیح باز میکنی. آمین. خب پس این اولین قسمت انسان. دومین قسمت انسان که روانشه، در واقع فکر و احساس و ارادهشه. الان که من ایمان آوردم چه اتفاقی میفته؟ هیچ. دروغ میگفتی دوباره هم میگی. اما فرقش اینه وقتی دروغ میگی روح القدس برات آژیر میکشه، چون قبلا آژیر نداشتی. تا خطا هم دوباره گناه میکنه، ولی فرقش اینه وقتی گناه میکنی روح القدس رو ملزم میکنه. میفهمی؟ خیلی ها میگن که بابا ما قبلا همین گناه رو میکردم، این خیالم نبود، از زمانی که ایمان آوردم همون رو میکنم، درونم یه جوری میشه. گفتم آره، چون که روح القدس یقتو میگیره.
میگه نکن، بیا بیرون، سری بیا بیرون، بی خیالش بشو. یعنی که روح القدس رو دارم. اگه گناهی میکردم قبلا درد نداشتم، الان میکنم دردم میگیره، یعنی تو روح القدس رو داری. یه تسته. از کجا میدونم روح القدس رو دارم؟ وقتی گناهی که قبلا میکردم عین خیالم نبود، الان میکنم عذاب میکشم، یعنی روح القدس رو من دارم. خب پس این روان من این احتیاج داره تا زمانی که ما با آسمان بریم چی بشه؟ تبدیل بشه. جسم من چه اتفاقی میفته؟ هیچ. امسال 18 سالشه، سال دیگه میشه 19 20 21 120. به هر حال یه روز تمام میشه تا روزی که خداوند مسیح میگه که با جلال شکوه فرشتگانش برگرده. ایمانداران، اونایی که خوابیدن، اول اونایی که خوابیدن در مسیح بلند میشن، اونایی که زنده رو بوده میشن و بدنهای جدید میگیرن، بدنی که دیگه نه مرگ داره، نه ناله داره، نه درد داره، نه مریضی داره، هیچی نداره. همون چیزی که خدا میخواست روز اول بیافرینه، میگه اونطوری میآفرینه. دیگه هیچ وقت مرگ و تجربه نخواهند کرد. آمین. شفا آزادی راجع به این قسمته، نه راجع به روحه، نه راجع به اینه. خب طبیعتاً اگر فکر راحت باشه جسمم راحته. یک اصطلاحی هست میگه که آنچه که ما میخوریم درون ما رو زخم نمیکنه. بعضی موقع میگه زخم معده داری، درون زخم داری به خاطر اینکه اینو میخوری، اینو میخوری، اینو میخوری. یه اصطلاحی هست میگه آنچه که تو میخوری درون تو رو زخم نمیکنه، آنچه که از درون تو را میخورد. چی ما رو داره میخوره؟ افکارمونه دیگه، نگرانی هامونه، ترس هامونه. اون داره از درون ما رو میخوره. اون باعث زخم معده من و تو میشه، نه اون چیزی که تو میخوری. دیگه این ثابت شده است که روانشناسی میگه که زخم معده ریشه عصبی داره دیگه. خب پس ما شفا و آزادی راجع به این میخوایم صحبت کنیم. فکر شفا یافته، احساس و روان، فکر آزاد، احساس و اراده آزاد. آمین. پس همه اینا یه مقدمه بود، شاید از چند تا درس ابتدایی، از 5 تا درس گذشته که در واقع اما برگردیم به این قسمت که یه مقدار راجع به بعد روحانی صحبت کنم و تو این وقت کوتاه شناخت بعد روحانی. شاید یکم راجع به شیطان صحبت کنم، چون از این بعد بحث اون دیگه میره تو شفا آزادی. اوکی؟ راجع به شیطان صحبت کنم. شیطان چیه و چطوری سقوط کرد؟ شیطان در واقع قبل از اینکه سقوط کنه اسم شیطان نبود، تحت عنوان لوسیفر که در واقع به معنی درخشان یا نورافشان معنی میداد. زیبا یکی از فرشتگان نزدیک که در واقع بهتر بگم رئیس تمام فرشتگان خدا بود. تنها فرشته‌ای بود که به خدا خیلی نزدیک بود. کلام خدا میگه که او فرشته سایه گستر. سایه گستر معمولاً گذشتگان وقتی پادشاهی رو تختی می نشست، یک نفر کنارش می ایستاد و چه کار میکرد؟ یه سایه‌بان رو سرش نگه می داشت. به این شخص میگفتن چی؟ سایه گستر. حالا در واقع داره میگه که لوسیفر فرشته سایه گستر، نه اینکه واقعا یه سایه بون بر خدا بود، میخواست بگه اینقدر نزدیکه که سایه خدا بر او میافتاد. اوکی؟ یا سایه او بر خدا بود. میخواد نزدیکی رو بگه، یه اصطلاح دیگه. خب میخواد بگه فلانی خیلی به فلانی نزدیکه. مثلا چی میگن ایرانی؟ یارو دست راستشه. حالا واقعا مگه دستشه؟ نه، اصطلاحه. اوکی؟ یه اصطلاحه که فلانی خیلی بهش نزدیکه. پس در واقع اونجا صحبت از این داره میکنه که فرشته سایه گستر بود، اما رئیس فرشتگان هم بود.
تا اینکه سقوط میکنه. چرا سقوط میکنه؟ کلام خدا میگه که دلیلش یک، طمع، میخواد جای خدا رو بگیره. به این دلیل نبود، شاید شنیده باشیم یا کسی که از طریق تلویزیون یا تیوی و اینترنت میبینن برنامه ها رو، فکر میکنن که آره روزی خدا انسان رو خلق کرد، همه فرشتگان رو گفت بیایید سجده نمایید، همه سجده نمودن الا ابلیس. نه، اینا همش حرفه. شیطان قبل از خلقت انسان هنوز خلق نشده بود که شیطان سقوط کرده بود، تموم شد. اصلا ربطی به انسان، چون انسان وجود نداشت، هیچ ربطی به انسان نداشت. میخواد جای خدا باشه، به جای خدا پرستش بشه، فرشتگان او رو پرستش کنن یا او رو مثل خدا پرستش کنن. اصلا ربطی نداشت به انسان، اصلا انسان خلق نشده بود. پس اون چیزی که تا الان یاد گرفتید روش یه ضربه در بکشید، بذاریدش بیرون. میگه زیبا بود، عالی بود، مقام داشت، همه چی داشت، غرور ورش داشت. میگه غرورش باعث سقوط شد. چیزی که کلام خدا خیلی میگه با هر گناهی خدا سازش میکنه الا غرور. چون میگه شاخ غرور رو میشکنم. چون میدونی چرا؟ غرور در انسان خدا رو به یاد شیطان میندازه. یادش میاد که چه اتفاقی بیفتاد. به همین دلیل کسی که غرور برش داره خدا یاد شیطان میافته. به همین دلیل میگه میشکنم، مقاومت میکنه و نمیذاره غرور رشد بکنه. به همین دلیل میگه زیبا بود، عالی بود، به خاطر طمع. یک، میخواد جای خدا رو بگیره که فرشته او رو پرستش کنن. ایات باشه وقتی میگه شیطان در قالب مار اومد نزد عیسی، چی بهش گفت تو بیابان؟ تجربه سوم، مرا پرستش کن. عقده ایه، کلا عقده پرستیدن داره، نه در آسمان شد نه در زمین. مسیح هم چی میگه؟ میگه فقط خداوند خدا عبادت کن و بر کسی دیگه سجده نکن. این حسرت آسمان تو دلش بود هنوز، که حالا که انسان شدی بیا منو پرستش کن، تمامی دنیا رو بهت میدم. و اینجا بود که در واقع میگه لوسیفر سقوط کرد. ولی همراه لوسیفر وقتی سقوط کرد اسمش شد شیطان. تا قبل شیطان نبود. کلمه شیطان در زبان عبری یعنی دشمن، حریف. آیا خدا شیطان رو خلق کرد؟ در واقع بگیم خدا شیطان خلق کرد؟ نه، خدا شیطان خلق نکرد. خدا لوسیفر خلق کرد. بعد که سقوط کرد اسمش شد، مثل یه آدمی خیلی خوبه میگن عالی فلانی، چی خیلی جنتلمنه. ولی اگه شروع کنه شرارت چی بهش میگن؟ دیگه بهش نمیگن جنتلمن، بهش میگن مردک. چرا اینطوریه؟ یه اصطلاح دیگه بهش میدن دیگه. و در واقع وقتی سقوط کرد اسمش شد شیطان. و شیطان همراه خودش این فکر رو در واقع به تزریق کرد به یک سری فرشته های دیگه و همراه خودش 1/3 از فرشته های دیگه رو سقوط داد. و چی گفت؟ اگر من برم خدا بشم، تو بیای جای من، اون بیا جای تو، اون یکی هم بیا جای تو، خب یکی ترفیع مقام میگیرید. خب ما میتونیم برای خودمون حکومت آسمانی داشته باشیم. و کلام خدا میگه در دل خود گفتی که به آسمان میرم، تخت سلطنتمو کنار تخت خدا خواهم گذاشت و سلطنت خواهم کرد. میگه تو رو به زمین سقوط میدم. و در واقع باعث سقوط شد. بعد که شیطان سقوط کرد، 1/3 از سقوط کردن، کلام خدا میگه اینا کجا سقوط کردن؟ از نظر ترتیب بندی ما 3 آسمان رو با کتاب مقدس روبرو میشیم و این 3 آسمان، یکیش میگه آسمان سوم که در واقع آسمان خداست، حضور خداست، جلال خداست اون بالا. یکی هم آسمان اوله که در واقع این اتمسفر بالای سر ماست که میگه پرندگان آسمان و این چیزها و اینها و کهکشان‌ها اینا وجود داره. ما بین این آسمان سوم که کتاب مقدس راجع بهش صحبت میکنه و این آسمانی که بالای سر ماست،
این وسط تحت عنوان آسمان دوم نامگذاری نشده، ولی اگر میگه سوم اینم اوله، پس یه دومی هم وجود داره دیگه، پس نتیجه میگیریم. اوکی؟ شاید کسایی که میشنون فکر کنن کجا اسم آسمان دوم اومده. تو کتاب مقدس اسم آسمان دوم نیومده، ولی نتیجه اینه اگر سوم وجود داره، اینم بالای سر ما اولیه، خب حتما این وسط هم یه چیزی وجود داره. و کلام خدا میگه که وقتی فرشته ها و شیطان سقوط کردن، اینها به آسمان دوم، این وسط سقوط کردن. بعدن از اونجا زمانی که خدا تصمیم گرفت انسان را بیافرینم، شبیه خودم بیافرینمش و انسان را خلق کرد، از آسمان در واقع میگه دوم، اگه بگیم سوم اینو بگیم دوم که اینجا بودن، این اول، میگه از اینجا اومد سراغ انسان روی زمین شیطان و وقتی فریب داد، همراه او اجازه پیدا کردن یک سری از این یک سوم فرشته‌های سقوط کرده به زمین بیان. تا اینجا بحث داشته باشین، چون که بحث شفا آزادی از اینجا تازه شروع میشه که مقدار راجع به قدرت در واقع این فرشته‌های سقوط کرده، اسامی شیطان با هم صحبت خواهیم کرد توی جلسه آینده و عملکردشون و هدفشون چیه تو جلسات آینده با هم صحبت خواهیم کرد. برکت خدا با شما باشه تا جلسه آینده. به مسیح میسپارمتون. آمین.